بسم الله الرحمن الرحیم. به ویدیوی شماره 4 خوش آمدین. در این ویدیو اشتباهات کاوش آزاداندیش را متوجه خواهید شد. در ابتدا معانی درست آیت بر شما میخوانم و بعد قسمت ویدیوی کاوش آزاداندیش را بشنوین، تفاوتایش متوجه میشین و بعد از او باز به دیتیل تشریح خواهد شد. قل للمخلفین من الاعراب، اینمی چی معنا میده؟ بگو برای بازماندگان از بادیه نشینان. چه دانه دانه گفتم. قل بگو للمخلفین برای بازماندگان من از اعراب بادیه نشینان. اگر شما فکر کنین که من چرا اعراب و بادیه نشین گفتم، شما خودتان تمام ترجمه های آیات که هست ببینین. در جایی که اعراب نوشته است باز ترجمهش نوشته کرده که اعراب بادیه نشین. خب امی سوال برای تو باید خلق شد که اینجا اعراب نوشته است، ترجمه میگه اعراب بادیه نشین. چرا؟ چون اونا معنای اعراب نوشته میکنن که یعنی بادیه نشینان، میخواین اون معنی اصلی اعراب که بادیه نشین است رو حفظ کنن. اما اینجا آیت چی میگه؟ از بازماندگان بادیه نشین. اعراب که میگه بازماندگان بادیه نشین میگه، نمیگه خودشان. اگر اعراب بگه یعنی که برای بادیه نشین میگه. با او خاطر است که در اینجا میگه که بگو برای بازماندگان از بادیه نشینان. چون این آیت متوجه از هم واسطه، به خاطر که خواننده کنفیوز نشه. اینا خواننده که خودش بیسر بخوانه این چیزها را متوجه نباشه او مشکل خودش هست. ستدعون به زودی دعوت می شوید الا به سوی به طرف قوم، یک قوم اولی بأس شدید. گفت به سوی یک قوم که نیرومند و جنگجو است دعوت می شوید. نگفت به سوی ما. وظیفه ما چیز گفتن است. برای چی وظیفه داده؟ اللهش گفته بگو که شما دعوت می شوید، یعنی یک قوم جنگجو به دل خود شما را دعوت می کند. و قوم جنگجو هم چی هستند؟ مؤمنان نیستند. تا اینجا چی شد؟ قل للمخلفین من الاعراب، بگو برای بازماندگان از بادیه نشینان به زودی دعوت می شوید به سوی قومی که صاحب جنگجویی شدید هستند. تقاتلونهم او یسلمون، با آنها پیکار کنید یا مسلمان شوند. یعنی اگر اونا مسلمان شوند دیگه شما با مجبوریت ندارین که پیکار کنین. آیت دقت کنین. فان، پس اگر تطیعوا، اطاعت کنید، یؤتکم الله اجرا حسنا، اگر اطاعت کنید خداوند پاداش نیکی به شما میدهد. شما در پیش روی یعنی یک شرایط خراب دارین، یک قوم جنگجوی در جان شما میاد، اگر اطاعت کنید خداوند پاداش نیکی به شما میدهد. همین پاداش اطاعت شما را بر شما نیکی میده. وقتی پاداش نیکی آمد، اونو بدی ظلم که سر شما است او از سر شما ورداشته میشه. این تو مانا میده. این پاداش نیکی اگه اطاعت کنن به دردشان میخورن. و اگر سرپیچی نمایید همان گونه که در گذشته نیز سرپیچی کرده. خب یعنی سعی که در گذشته سرپیچی کردن، اینا را خدایشان کدام مجازات کرد، از ظلم کرده، هیچ چیز نکردن. مولد بوده برشان. اگر مولد نمیبود فعلا که از وای قسم گپ نمیزد. این شما ببینین که یک قومی که در گذشته سرپیچی کرده، فعلا در جان از او رسول آمده برش گفته که شما در گذشته هم سرپیچی کردین، اگر حالیم سرپیچی کنین یک آینده خراب دادن روی دارین. به خاطر که از اون نجات بیافین شما باید بزنس اکت ما کنین، تجارت کنین، این معامله و داد و گرفت کنین، اطاعت کنین که خداوند پاداش نیکی به شما بده. یعنی یک چیز جایگزین هم بدی که در مقابل شما میاد جایگزین باشه برای پاداش نیکی که آمد. از اونو عذابی که در پیش رویشان است از اون جنگ دیگه یا خلاص میشه. اما چون شما خودتان نپذیرفتین که در کدام مؤلفه ما با شما صحبت کنم، من میپردازم به یکی از مؤلفه ها که باید در مورد صحبت کنم. در باب یک مسئله دیگه هم باید قبل از مؤلفه صحبت کنم. اسکرین مرا شیر کنین لطفاً آقای جبار خیل بزرگوار. من آیت را به دوست بزرگوار ما نشان بدم که اینجا چی گفته. ایشان گفتن که در دین اسلام جبر وجود نداره. دین‌های دیگران را ما احترام داریم و قرآن به دیگرای ادیان دیگر گفته، نویسنده قرآن یا الله لکم دینکم ولی الدین. الان ببینین که چی گفته در سوره فتح آیه 16 هم. در سوره فتح آیه 16 هم بیان شده که به اعراب بادیه نشین که از جنگ تخلف ورزیدند بگو به زودی برای جنگ با مردم سخت نیرومند فراخوانده می شوید. اعراب بادیه نشین را گفته بگو، و پیامبر گفته که به اون عرب ها بگویه که به زودی به جنگ شما را دعوت میکنم. به چی دلیل اونا را به جنگ دعوت میکنه؟ ادامه آیت. سخت نیرومند
فراخوانده می شوید که با آنها بجنگید یا مسلمان شوند. دین شما با جبر بالای دیگران تطبیق نشده در طول تاریخ؟ این کلام خدا نیست که میگه یا باید جنگ کنن امرایتان یا باید دینتان را قبول کنن. این لکم دینکم ولی دین از کجا شده بود؟ شما که میگین لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین، شما را دینتان ما را دین ما. پس اینجا چرا در آیت 16 سوره فتح میگه که با آنها بجنگید یا مسلمان شوند؟ با مردم جنگ کردن مسلمانان و اینجا گفته یا بجنگید یا مسلمان شوند. این چی معنا میده؟ پس این تناقض را شما کجا میبرین؟ کجا میگه شما را دینتان ما را دین ما، اینجا میگه یا بیاین با ما بجنگید شمشیر بکشین یا گردنتان بریده میشه یا باید اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له بگوییم. تناقضات قرآن بیشمار هستند، بیشمار. یعنی اگر من این لحظه بشینم 100 تا اختلاف در ظرف 1 ساعت پیدا میکنم. من خواستم که شما به این مسائل بپردازین اما من مجبور هستم که مبحث را باز کنم چون 30 دقیقه بعد برنامه ختم میشه. گوش کردین اینال ترجمه را دوباره خلاصیش گوش. قل للمخلفین من الاعراب، بگو بر بازماندگان از بادیه نشینان، ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، که به زودی به سوی یک قوم دعوت میشوید که صاحب جنگجویی شدید هستند. تقاتلونهم، با آنها بجنگید، او یسلمون، یا که مسلمان شوند. با آنها بجنگید یا مسلمان شوند. فان تطیعوا، پس اگر اطاعت کنید، یؤتکم الله اجرا حسنا، خداوند پاداش نیکی به شما میده. این گپ با گپ او بیادر مقایسه کنین. در گپ ازواج اختلاف زیاد است. در اصل آیت اقسم نیست. اولی که از صاحبه میگه، بس که هست سختی، صلابت، شدت، سختگیری و عذاب میگه. بس سختگیری و عذاب میگه. شدیدم شدیده میگه که سختگیری شدید دارم. یک قوم یک سختگیری شدید دارم. اینی بود ترجمه از این آیه قرآن. یا الله لکم دینکم ولی الدین. الان ببینین که چی گفته در سوره فتح آیه 16 هم. در سوره فتح آیه 16 هم بیان شده که به اعراب بادیه نشین که از جنگ تخلف ورزیدند بگو. در قسمت اول صدای خود میگه به اعراب بادیه نشین که از جنگ تخلف ورزیدند بگو. اینال شما خود آیت ببینین که آیا در این کلمه جنگ هست؟ قل للمخلفین من الاعراب، اینمی چی معنا میده؟ بگو برای بازماندگان از بادیه نشینان. چه که دانه دانه گفتم. قل بگو للمخلفین، برای بازماندگان، من از اعراب بادیه نشینان. چی گفت؟ گفت قل للمخلفین من الاعراب، بگو برای بازماندگان از بادیه نشینان. فعلا بادیه نشینان وجود داره؟ نه. برای کسی که آیت خطاب کرده، دمی حالتی که خطاب کرده، این آیت برای ما شما قید زمان هم بیان میکنه. با امی قسم کلمات قید زمان نشان میده که دیگه اعراب بادیه نشین نیستن، بلکه بازماندگان از بادیه نشینان هستن. میگه برای امیا بگو، برای امی کسایی که بازماندگان از بادیه نشینان است بگو. تا اینجا گپ چی شد؟ قل للمخلفین من الاعراب، بگو برای بازماندگان از بادیه نشینان. بازماندگان از وکیس اونم اولادایشان، هر کس که از اونا بازمانده. میگه برای ازوا بگو به زودی برای جنگ با مردم سخت نیرومند فراخوانده میشوید. اعراب بادیه نشین را گفته بگو، با پیامبر گفته که به اون عرب ها بگویه که به زودی به جنگ شما را دعوت میکنم. ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، به زودی دعوت میشوید. دعوت میشوید گفته متوجه باشین، دعوت میکنیم نیست، دعوت میکنم نیست، دعوت میکنیم نیست، دعوت میشوید است. یعنی یک کس پیشگویی میکنه برای دیگه کس. برای از او میگه که یک گروپ که رسول است نظر به یاد باید بگوید برای گروپ دیگه که بازماندگان از بادیه نشینان است، برای از او باید بگوید که به زودی یک جنگ در پیش روی دارین. جنگ کی؟ با کی جنگ میکنه؟ یک قوم میایه. ستدعون، به زودی دعوت میشوید، الا، به سوی، به طرف، قوم، یک قوم، اولی بأس شدید، که نیرومند و جنگجو است. ببین گفت به سوی یک قومی که نیرومند و جنگجو است دعوت میشوید. نگفت به سوی ما. وظیفه ما چیز؟ گفتن است. برای چی وظیفه داده؟ اللهش گفته بگو.
که شما دعوت میشوید، یعنی یک قوم جنگجو به دل خود شما را دعوت میکند. و قوم جنگجو هم چی هستند؟ مؤمنان نیستند. حال داخل میبینین که وان نیستن مؤمن. خب اینجا چی شد؟ ستدعون، به زودی دعوت میشوید، الا به سوی قوم، یک قوم اولی بأس شدید، صاحب جنگجویی قوی هستند. یعنی شدید. تا اینجا حل شد. نه تا اینجا چی شد؟ قل للمخلفین من الاعراب، بگو برای بازماندگان از بادیانشینان به زودی دعوت میشوید به سوی قومی که صاحب جنگجویی شدید هستند. با چی دلیل اونا رو به جنگ دعوت میکنه؟ ادامه آیت: سخت نیرومند فراخوانده میشوید که با آنها بجنگید یا مسلمان شوند. دین شما با جبر بالای دیگران تطبیق نشده در طول تاریخ؟ این کلام خدا نیست که میگه یا باید جنگ کنن امرایتان یا باید دینتان را قبول کنن. این لکم دینکم ولی دین از کجا شده بود؟ شما که میگین لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین، شما را دینتان ما را دین ما. پس اینجا چرا در آیت 16 سوره فتح میگه که با آنها بجنگید یا مسلمان شوند؟ با مردم جنگ کردن مسلمانان و اینجا گفته یا بجنگید یا مسلمان شوند. این چی معنا میده؟ پس این تناقض را شما کجا میبرین؟ کجا میگه شما را دینتان ما را دین ما، اینجا میگه یا بیاین با ما بجنگید، شمشیر بکشین، یا گردنتان بریده میشه، یا باید اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له بگوییم. تناقضات قرآن بیشمار هستند، بیشمار. یعنی اگر من این لحظه بشینم 100 تا اختلاف در ظرف 1 ساعت پیدا. تقاتلونهم او یسلمون، با آنها پیکار کنید یا مسلمان شوند. یعنی اگر اونا مسلمان شوند دیگه شما با مجبوریت ندارین که پیکار کنین. آیت دقت کنین چی میگه؟ تقاتلونهم، با آنها بجنگید، او یسلمون، یا مسلمان شوند. یک دو حالت داره. این حالا که تو بگویی که این رسول گفت که ما نفرای نیرومند از طرف ماست، میایه که شما جنگ میکنه از طرف از یا، خب باز مسلمان گفته میشه دیگه، جنگ خلاص شد. فکرتان است؟ جنگ دیگه اینجا خلاص شد. وقتی که او مسلمان شود دیگه جنگ خلاص. پیش از او دو گزینه است که یا با آنها بجنگید یا اونا مسلمان شوند، نه شما. گرچه اینا هم نیستن، اینا هنوز نه تابع هستن و نه مخالف هستن و هیچ چیز نیستن. اینمی شیوه دعوت رسول بوده، برش اینمی شیوه گفته اینمی مردم دعوت، دلشان آمد دلشان نامد. اگه آمدن چی میشه؟ در ادامه آیت میگه فَإِن تُطِیعُوا، پس اگر اطاعت کنید، فَإِن پس اگر، تُطِیعُوا اطاعت کنید، یؤتکم الله اجرا حسنا، اگر اطاعت کنید خداوند پاداش نیکی به شما میدهد. سکنید اگر اطاعت کنید یعنی به زور اطاعت نکنید، تجارت کنید کت ما. اگر اطاعت کنید بر شما داده میشه پاداش نیکی. سکنید یک تجارت است. سکنید اینجا یک شرط مانده، اینجا نگفته که شما مجبور هستین و حتما اطاعت کنید. نه، اگر اطاعت کنید شما در پیش روی یعنی یک شرایط خراب دارین، یک قوم جنگجوی در جان شما میاد، اگر اطاعت کنید خداوند پاداش نیکی به شما میده. همین پاداش اطاعت شما را بر شما نیکی میده. وقتی پاداش نیکی آمد، اونو بدی ظلم که سر شما است او از سر شما ورداشته میشه. این تو مانا میده. این پاداش نیکی اگه اطاعت کنن به دردشان میخورن. در کجا به دردشان میخوره؟ اونم قومی که جنگجوی شدید هستن بالا از یا نمی. و اگر سرپیچی کنید همان گونه که در گذشته نیز سرپیچی کردید، شما را با عذاب دردناک کیفر میدهد. کی کیفر میدهد؟ معلوم نیست. اینجا گفته خدا کیفر میده؟ نه، در این آیت نگفته. سعی کنید معلوم نیست. در این آیت معلوم است که در دمریشان برشان در شروع آیت گفت که یک قوم جنگجوی میاد در جان شما، خونمو عذاب است، جزاست، هر چیز که بگوین هسته، در اونمو دوچار میشن. اگر میخواین از اون نجات بیافن، تجارت رسول گفته اینه تو تجارت گفته برای از او خبر بده که در پیش رویش اینه تو یک جنگ داره با یک قدرت نابرابر که در جانش میاد و اونا جنگجوی هم هستن. پس اگر اطاعت کنید خداوند پاداش نیکی به شما میدهد. بسیار یک تجارت بی‌طرفانه، یک میانجیگری واره برای یک طرف از جنگ که ضعیف است میگه پس اگر اطاعت کنید، اگر نکنید دلتون، اگر اطاعت کنید خداوند پاداش نیکی به شما میدهد. خدا کجای از دیگه ظلم و جبر و چه رقمی است؟ و اگر سرپیچی نمایید همان گونه که در گذشته نیز سرپیچی کردید. خب
یعنی سعی کن در گذشته سرپیچی کردن اینا را خدایشان کدام مجازات کرد، از ظلم کرد، هیچ چیز نکردن، مولد بوده برشان. اگر مولد نمیبود فعلا که از وای قسم گپ نمیزد. این شما ببینین که یک قومی که در گذشته سرپیچی کرده فعلا در جان از او رسول آمده برش گفته که شما در گذشته هم سرپیچی کردین، اگر حالیم سرپیچی کنین یک آینده خراب دادن روی دارین، به خاطر که از اون نجات بیافین شما باید بزنس اکتما کنین، این تجارت کنین، این معامله و داد و گرفت کنین، اطاعت کنین که خداوند پاداش نیکی به شما بده. بعدی که در مقابل شما میاد جایگزین باشه برای پاداش نیکی که آمد، از اونو عذاب که در پیش رویشان است از اون جنگ دیگه یا خلاص میشن. این نیست آیت. در این قسمت آخر صدایش هم شنیدین اینجا کی آیت گفته که یا بیاین با ما بجنگین. ایرام نگفته، گردنتان بریده میشم نگفته، کلمه را به خانه نام نگفته. اینمی گپا از کجا شده در ذهن ازی برادر؟ اینمی گپایی که کاوش میگه در این آیت خود نیسته. اگر در کدام جای دیگه نوشته از باز اونجا را که خواندن همونجا بگوین. اما فعلا کاوش برادر مفاهیم از این آیت خود تغییر نتن، به خاطر ازی که همون دوستا و رفیقای خودشان باز اینا را دیگه پیروی نمیکنه، یاری نمیکنه، در پالی از استاد نمیشه و میگه تو آیت قسم خواندی که کدام چیزای از ذهن خود دو اضافه کردی. در حقیقت خداوند از طریق رسول خود یک پیام خوبه به اونا میخواه برسانه، یک پیامی که به خیر از واسطه. میگه دین ما اینطور است که برای شما امی آینده خرابتان به حسنات تبدیل میکنه اگه از ما اطاعت کنید. در غیر از او میگه یک قوم نیرومند دیگه با شما می جنگه که مجبور هستین شما با اونا بجنگید. دو حالت دارن، یا با اونا بجنگین یا مسلمان میشن اونا، شما نه. اینمی قسمت آیت اگه صحنه فیلم شود میفهمه که یک گروه نفر که اینمی رسول است ای کاملا جداست، فقط پیشگویی میکنه برای مخلفین من الاعراب یا برای بازماندگان از بادیه نشینان پیشگویی میکنه. رسول میگه یک قوم قدرتمند جنگجوی در میایه با شما داخل جنگ میشه، برای شما اونمو عذاب آینده خراب است بار میاره. اگه شما از ما اطاعت کنین برای شما حسنات داده میشه. اونمو آینده خرابتان یعنی به حسنات تبدیل میشه. اونمو خو حسنات نیست، بدیش میایه برشان. اونم چرا بدی میایه که نتیجه اعمال از یاسته که اینا در گذشتم سرپیچی کردن، کارهای خلاف زیاد کردن. از او خاطر که وایش در اینجا ما از این خاطر نگفتیم در این قسمت آیات که ما نمیخوایم چیز اضافه کنیم. یعنی همین خود آیت میگیم، در خود آیت در کجا از نوشته است که یا کلمه بخوان یا از ما اطاعت کن یا ما میزنیم، هیچ یا شمشیر، هیچ گپا نیستن. نه شمشیر از اینجا نه گپاست. خود آیت چی میگه؟ اونمو چیز بگی بخوان، دل مردم که آیت قبول کرد، دلش که رد کرد که بازی بر از او بگوه که برو بیادر نماز بخوان، عبادت کو، کارای حسنه کو، نیکی کو، خوبی کو، صدقه بده، روزه بگی. این تو کارا رو برای بگه جنگ نیست. بی که تاریخ هر چیز گفته تاریخ دایی گرد نکده گه ایر خالص بخوان بی که دایی چی گفت. اگه تاریخ انتقاد میکنی تاریخ بخوان، تاریخ انتقاد کو، معرخش انتقاد کو و مردمش. اما خود از ایر آیت ای گپارا نگفته دا ای آیت. بالاخره هر واژه و هر کلمه و هر جمله معانی خود می داشته باشه و ای خو ویدا میشه که یک دوست معانی اصلی از این خان یا یک چیز اضافه کرد. پس زمانی که شما میخواین که آزاداندیشی بکنین، باز امی آزاداندیشی رو نباید خدشه‌دار ساخت. گپایی را که کاوش در آیت اضافه کرده قرار ذیل نام میگیریم. یک میگه از جنگ تخلف ورزیدن. در آیت نگفته از جنگ تخلف ورزیدن. شماره 2 میگه به پیامبر گفته که به اونا بگو که به زودی شما را به جنگ دعوت میکنم. آیت نگفته میکنم. شماره 3 میگه دین شما با جبر در طول تاریخ بالای دیگران تطبیق نشده، در حالی که ای آیت به او گپ ارتباط نداره و اونا ای گپ هم در می آیت اضافه کرد. شماره 4 میگه آیا این کلام خدا نیست که میگه یا جنگ کنن با شما دینتان قبول کنن؟ آیت کیت گفته یا با شما جنگ کنن یا دینتان قبول کنن؟ این خود نگفته که او را بگو که با ما جنگ کن.
گفته بر از او بگو که یک قوم دیگه میاد شما جنگ میکنه. شماره 5 میگه شما که میگن لکم دینکم ولی دین، پس اینجا چرا میگن که آنها با شما یا بجنگن یا دینتان قبول کنن؟ میگه ای چرا در ضد آیت لکم دینکم ولی دین است، در حالی که در ضد از اون نیست. ای را اشتباه کرده. شماره 6 میگه اونجا میگه که شما را دینتان ما را دین ما، ولی اینجا میگه که بیاین شمشیر بکشین یا گردن، در حالی که قیامت گفته. اصلا کلمه گردن و گپا خود وجود نداره اینجا. گیریم که باشم ای خود نگفته که با ما کتان می جنگیم. ای وظیفه از یا خود بگو گفته. ای کی گفته که با ما بجنگیم؟ شماره 7 کلمه را میگه در حالی که کلمه هیچ ذکر نشده در آیت. شماره 8 اینمی گپایی را که از خودش در آیت اضافه کرده میگه ای تناقضات است در آیات. میگه ما بشینم 100 دانه پیدا میکنم. این 8 شماره اتهام بالای از آیت وارد کرده که کلش اشتباه خودش، غلط فهمی خودشان است، سوء تفاهمشان است، اما از آیات نیست.